بخلط قبضه كاس الفخور چی گپ شد امروز؟ اوه چی گپ نشد دوالم خمان کوراسفر موز میزنیم پقاس شو براو خیلی که پقاس خیلی همون ریختش دیگه اونجا کار دیگه ندارم روشن کنم یعنی پقاس ریختش میاد امروز میگم یک گشنه شدی ها؟ نه من اگه وقتی همین چی نشه کار که بود نشه من دیگه اونجا خط خون میگذارم اکوز میگذاره خرد خد خواهد گشتیم دیگه خونه من روز تو بگر رنگ زدور گشتم دیگه چک نموخ باشه و اون قبل بیسته اول میزنیم پقاس آخوتا ساری میخیزم نموزا میخونه میمونه سخت میبنده میم بساری چی رام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکه من چه روز چندم روز ما در پاریس اکم چیزا تمکم نمیده اوضاع خوب یا تشکر زیاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان هموطنان عزیز. امروز سوم روز دوستان عزیز که ماشین ما شکستگی داخل پاریس. این امروز روز سوم که ما ایقافای تعمیر ماشینیم. همون زبچستی گفتگی را دینا باید می آوردن نآوردن بعدا مدودن که ساعتای دو میاریمش نآوردنش. امروز انشالله که بریم امو میگیم که زبچست هم میگیریم و خوب امروز ساعتای 9 تلفن میکنم این را باید بگو فراموش نکنم. امروز ساعتای 9 تلفن میکنم که بین همون زبچست هم بگیریم بریم از انشالله زبچست هم میگیریم بعد میریم پیش ماشین این یکم استاپ دست میگیره انشالله که ماشین ساز میکنم تزمش هم میزنه این یکم دیده ایستدین در ماشینش در اوپل ماشین دوست داری تاجیکا که دوست میدارن این اوپل میگن همینجا آمده اوپل این برادر بشود دعوت کردن که اوپل تا از بین ببر اوپل تا بفروش این برادر بگه پیش نکرد در حقیقت اوپل برای ما خدمت کرد و تشکری میگم به اون نفرایی که ترجمانی کردن برای ما برادرای کوچکی ما انشالله که این برادر ما دنده پوش انا میخوام دادر جان نیست ترجمانی ما کنتور نبگیرش کنتور نگن تو چکوی خیل شرحوش دلم انا میخوام انا اینه به همه کسیم که برادرای عزیز تشکر زیاد برادرای عزیز ما در خونهش 3 روز مهمون بودیم و هر چی که داشت برای ما آورد خوردیم اینجا گفتم مردک ما هر چی که زور زدیم که نه ما میریم نه نمون ما اصلا رفتنی نه بیستیم تا اخیرش انشالله که خداوند امروز توغریش بیاره بگیریم ماشین ساز کنیم ما حرکت داریم طرف بلگیا الله توغریش بیارم بریم طرف بلگیا من از طرف بلگیا انشالله کنون میرم طرف آلمان چون که آلمان خیلی پسمون شدم باقی بخوا انشالله باشین در تمام ویدیو میبینین که با چی چیزا رو ما ثبت میکنیم و تشکر زیاد دوستی عزیز و این یک تحفه ناچیزی ما است برای خودت که انشالله در آینده انشالله که باز هم دیگر برادران را کمک کنیم و دیگر ماشینا رو تعمیر بکنیم میفهمم که ناچیز است دوستی عزیز اما خیلی چیز زیاده خیلی ممنون اینمیه دوستای عزیز همون چیزی که در ماشین ما شکست اون تسمه جای در کاریش خیلی کنه پیدا کردنش امروز نشان میتیم برای شما که چه خیلی کردیم تا آخر انشالله که نشان تو میتیم اینجا برادر جبرائیل در خدمت ما این جلوی عزیز اینجا کم استاگی داره خیر فقط میریم موندن او برادر عزیز خیلی خرسنده که مقصد خطی شما اینا بخوردیم تونستیم کار شما رو به قدر امکان بد کردیم هر وقتی که اومده فرانسه چیز کرده انشاءالله ما هستیم اینجا بیایید به خدمتیم. سلام هواداران و دوستان منوچهر کوهستانی خیلی که شما میدونید من در شبکه یوتیوب نوشتگی بودم که ماشین من در پاریس در فرانسه ویران شده دوستای عزیز و ما از خفای بگیم که تعمیر اون ماشین هستیم و چیزای در کره باید میخریدیم یک مغازه رفتیم در اون مغازه پیدا نشید و در اینجا حاجی اسرائیل what do you name? Jabrail, ja, Haji Jabrail. Hier mit uns ist Haji Jabrail. Haji Jabrail. كيف حالك حبيبي؟
بالخير. كل شيء جيد. ما شاء الله. بونجور. بونجور à tout le monde. يا أنت يعني هذا جيد، يعني أنت ساعدنا وهكذا. أنت تتكلم بالعربي أيضا خليل يا؟ نعم شوية مستعرب. ما شاء الله. اینی برادری سیاه‌پوستی ما در کمک ما از دوستای عزیز راستی گپ تشکری میکشم گفته خدا رحمتی حاجی که تشکری میکشم که هستند برادران و دوستانی که در کمک ما آماده هستند. در حقیقت باید گفت که فراموش نباید کرد که تشکری خدمت باز بیان بکنم به دوستی عزیز ما، برادری عزیز و گرامی، برادری بسیار عزیز اکی ذوالفقار جان هم بسیار کمک کرده است. همین آپلش خطی این طرف رفته ایستاده امید ماشین ایران وایرون بوده است. همین گلوشیترش بغاز میکرد که کدام توجی که ماشینش ساز بود. تعریف که ماشین نه ماشین زور داشت. ماشین زور داشت میگه تعریف که ماشین ما. خیلی دوستای عزیز ان شاء الله وقتی که شما این نوار رو در یوتیوب میبینین کیف میکنید. که چیکار کنیم این فرانسه در خدای کوچه این ماشین در گشته هستیم دوستای عزیز. نگاه کنین. خب نباید فراموش کرد که ما ناامید نیستیم و ماشین خود باوری داریم که بر خریدی به نزدیکی تعمیر میکنیم و این راننده ای که ما را ان شاء الله دارد میبرد به این تشکری میگوییم. دوستای عزیز نباید فراموش کرد که هر کجا رفتیم مشت خاک با خود بردیم. گفته استاد لایق شیرعلی هر یک تاجیکی که در همه گوشه های دنیا هستند و در حقیقت باید گفت که 2 هفته اخیر بسیار با برادران تاجیک ملاقات داشتم و تشکری زیاد میگم به همه نفرانی که خدمت کردن و به اون نفرایی که مهمانداری کردن، به اون نفرایی که به ما احترام قائل هستند. منم اونا رو احترام میکنم و همه ما و شما یک جایه هستیم. فقط با یک جایگی، با یک دستگی ما میتونیم پیروز بشیم. مرگ به اختلاف، مرگ به دشمنان این ملت. زنده باد ملت تاجیک و زنده باد پاریس دوستای عزیز. Второй съезд. Затем круговое движение. Первый съезд. Ça veut dire quoi c'est bien? Essaye de gaz. Ah oui, bien sûr, c'est un navire, je t'avais dit. این برادر عزیز ما گاز ریختنی های؟ Attends, 20 minutes on part. Круговое движение. Поверните No. Tiens. اونجا چیه کوز؟ C'est bien, c'est moi. Contrôle. Contrôle, c'est bien. سیم بود کو؟ Attendre après. C'est bon. C'est pas bon. C'est bien. Après. Après? Oui, c'est mieux après. سلام دوستان عزیز. راستی اینه میچسا میگفتیم، میچسا پیداش کردیم. این انشالله که امروز ماشین ما ساز میشه با کمک دوستان و عزیزان. این چیز برادری عزیز اگر که یک هفته برادر عزیز هفته اگرم انتظار بشه شاید که 100 یورو بگیریش، اما میره ما در 226 یورو آغاز میخریم کارت دستمال. جای شما که 500 یورو هم خریم. جای شما که 500 یورو هم گفتنش نه که انشالله همش خوبه 100%. تشکر. اوکی. Bon, ça a l'air d'être ça, je me sauve. Mieux. Reklama که مغازین. C'est bon? یا مغازین reklama. این کارت را کامera نکنی منوش بکشش. سلام علیکم. چه حال داره؟ چیکار دادا چیکاره؟ دادا سوزه خوبه. نه اومده اخی. نبي بخشام مسكين. وما قلت من مرام بيه حماد. قلت حماد جوانو بيه بجوش ليشمو. نه احمد من نه تو مالی. دوستان عزیز باید فراموش نکرد که ما در اینجا گاز پر کرده ایستادیم و خوب برای همه معلوم است که در اینجا کی ای پلی گاز میته و کسی در پیش بشینه چون که من شتگیم در پیش دوستای عزیز و باید گفت که در فرانسه همه چیز قیمت دیدی اینجا ارزون شد قسمت کردیم. چند سومه اینجا یک لیتر؟ 80 سنت خیلی قیمت است. در گرمانیا 50 سنت است. یا یورو
دیگه جای در گرمانیا 50 سنت ای جان ای دوستای عزیز راستی میگم برای تو یگان جا خوبتر زیباتر ارزانتر سطح زندگیش خوبتر با گرمانیا نمیبره دوستای عزیز یگان جای اروپا با گرمانیا نمیبره دوستای عزیز من را باید با کلی با خوبی برای همت بگم که یگانه جایی که میشه زندگی کردی گرمانیا در اروپا دیگه جوراش قیمت کار نیست ماشاءالله ماشاءالله این دفعه میگم کوم دفعه گرمانیا برم دوستای عزیز این دفعه گرمانیا برم ان شاء الله که یک سجده شکر میگذارم چون که در حقیقت گرمانیا این دیگه بدست دوستای عزیز اینا دوستان عزیز ما ساز کردیم بیم چای مرا الحمدلله برادر عزیز تشکر برادر عزیز بسازیم هرگاه میکشه ماشینه خاموش کنه ماشینه گوش کردی؟ خوب مادایست مردم بله ماشین هم مادایست هسته برادر عزیز گرامی هر دیم خوب مایسته بله هم خیلی میخوام بیا باسه برادر عزیز گرامی چون که شما میدونید من طرف پاریس سفر داشتم و ماشین من خراب شد باید تعمیرش میکردیم و در پاریس که اومدیم یک برادر عزیز گرامی ما وقتی که تلفنش کردیم یک نیم ساعت دورتر زندگی میکنه از همین پاریس آمد و ما را قطعا برادرم برد خانه خودش شکر الله که زیاده از 3 روز با ما خیلی مهمونی خوبی کرد خیلی بگیم که نوش نعمت زیادی برای ما آورد و تشکر زیاد در حقیقت که این برادر با ما خدمت کرد در حقیقت این ستودنیست گفته اون برادرها یعنی کاری هست که باید تعریف کرد چون این ملت نفرانی داره در همه جا که همیشه آماده هستند که دوستان و نزدیکان یا اینکه اصلا تاجیک خلق کمک میکنن و همون خاطر دوستان عزیز و ما به خاطر که ما ماشین تعمیر کنیم دوستای عزیز ما برای خود از این کلوچا را خریدیم برای تعمیر ماشین و تا جای این کلوچا برای ما کمک کردن در حقیقت کاری خود انجام دادیم و این برادر عزیز ما برادر ذوالفقار خیلی وقت می شود که میخواست که یک از نبار از همین چیزا داشته باشه برای کاربارش و در حقیقت این چیزی ناچیز از دوستای عزیز اما من میخوام که همین چیزا با این برادر عزیز ما من ان شاء الله که آلمان رفتم برای خود میخرم همین چیزا با این برادر عزیز ما تحفه میکنم وقتی که آدم اینسترومنت داشته چیز باشه کارش همه خوبتر و بهتر میشه یا خیلی چیز خوب برای تقدیم میکنه که این ما ان شاء الله اگر تعلیم بشه دیگر خدمت شاید ریمین مونیم جوی گشتر باشه تشکر زیاد وقتی که اوستا اینسترومنت که نداشته باشه هیچ وقت اوستا شدن نمیتونه اوستا رو اینسترومنت اوستا میکنه نمیخواد دوستان زنده باشی خیلی تحفه انا گرانبهایی برای هر شوفری همین تحفه گرانبها نه اینکه برای من زنده باشی همیشه ان شاء الله با خوبی را استفاده کنیم تشکر زیاد دوستای عزیز بیا دست را بگیرم خب دوستای عزیز در حقیقت کار ما به همه جا به انجام رسید و تشکری میکنم همه دوستایی که ما را کمک کردن چی با تلفن باشه چی با صحبت باشه و در حقیقت خوشحال هستم که فرزندان این ملت در همه گوشه جهان هستند این همون مشت خاکی است که ما با خود بردیم هر یک تاجیکی در هر یک جای کوشش میکنه که یک تاجیک خود کمک بکنه و ان شاء الله که ما به این باور هستم که هر یک تاجیک وقتی که یک برادر تاجیک شک کمک کرد ان شاء الله به امر از خدا که الله به او برکت میده یک چیز دیگر نگفته نمونه دوستای عزیز که ما میتونستیم که همین در حقیقت پیش یک استا بریم یک جا بریم تعمیرش بکنیم اما وقتی که برادر گفت که نه برادر عزیز
شما امروز مهمان من هستین و من میخوام که این ماشین شما را ساز درست بکنم و دست شما بدم. در حقیقت من باز هم تشکر میگم از همه دوستانی که به من کمک کردن. انشاءالله که راه سفر به طرف بلژیک بگیم که پیش میگیریم و خداوند ما و شما را به خوبی و سلامتی برساند. دعا را در حق ما فراموش نکنید. انشالله همش خوبه روی سفید ما نگاه کنم دارم مرا فراموش نکنید هر چی دیگر نماز خونید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این قطعه اکای منچر کیستونی قطعه اکای ذوالفقار نمیجا الله جزای خیرش بده در خدمت های انشاءالله که ما هم یک روز نه یک روز خدمت چه برمیگردونیم انشاءالله. بسیار خدمت شاهانه را کردگی های اکای منچر کیستونی یگان گفتنیو داری؟ های گفتنیو چه دوستای عزیز باز گفتنی هستم که در خاک آلمان جانم انا این فرانسه و وطن این اب دست به آلمان فرانسه و پولش هم نمیبرمده است. های میبره که من بگم که آلمان وطن به دست برای زندگی به دست انا در روز دوستای عزیز یک بگیم که زبچست در کافسای شدیم این حال هم نیفتیم شده و آدم بودن که پگه ساعتای 9:00 نایستگن من نوشتمش که 100% گفت که ها 100% گفته است که نه 99% لیکن بعد همین 100 همین 99% خد نه یا ساعتای نه من همین زبچست نگیرم اگر فوتبالش نکرده من منچر کوشتای نباشم یکی نه را خطا بیاره فوتبالش میکنم زبس کردیم بال نه فرانسه همه خیزم انشاءالله اکای خیخته به دست بگیر انشاءالله که پگه کار نه بهش که خیستم امروز وعده مداد نشید خیلی انشاءالله میشه پگه ما امروز باید بریم ما هم بالدار روی کنیم فهمیدی شاو بگیم شاو بگیم بالدار بریم هوی منیم همه را توغری میریم دوجه که پگهی انشاءالله همی گرفتیم کار بگیم که چی میکنیم کار سر میکنیم برای که ما دیگه جای خفاگردی نداریم. خیلی دوستای عزیز